الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم. در آیات گذشته موضوع جهاد را که الله تعالی مورد تأکید قرار داد و اینکه انبیاء زیادی، پیامبران زیادی در راه خدای تعالی جنگیدند و مشکلات آمد، اونها از خود ضعف و سستی نشان ندادند، خواندیم. در این آیات زجر هست برای مسلمانانی که از کفار مشوره میگیرند، کفار را خیرخواه و راهنمای خودشون میدانند. بیشتر اینها منافقین بودند که از کفار خط می گرفتند، راهنمایی می گرفتند. الله تعالی هشدار داد: یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. ای مؤمنان، اگر شما اطاعت کنید کفار را، الذین کفروا، نتیجه اطاعت چی میشه؟ یردوکم علی اعقابکم، شما را بر جاهلیت گذشته، بر مسیر گذشته برمیگردانند. فتنقلبوا خاسرین، شما میگردید زیانکار، ناکام، نامراد، دستخالی. بل الله مولاکم، بلکه الله عزوجل حامی شما و دوست شماست. و هو خیر الناصرین، بهترین نصرت کنندگان، بهترین یاور شما رب العالمین هست. خب در رابطه با این ها اختلاف هست. قال صدیهم ابو سفیان و اصحابه من عباد الاوثان، این کفاری که از اونها راهنمایی می گرفتند و راهنمایی بگیرید برای شما مشکل تمام میشه، منظور ابو سفیان و اصحابش که عبادت کنندگان بتان هستند. اما از حضرت علی کرم الله وجهه چیز دیگه منقول است. علی کرم الله وجهه می فرماید که اینجا اشاره به سوی منافقین است. منافقین به مسلمانان چی گفتند؟ گفتند که وقتی که در احد شکست خوردن، گفتند که شما الان برید به طرف قریش، بروید به طرف ابو سفیان، به ویژه زمانی که معروف شد که رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید شده، شایع شد. به مسلمانان گفتند که خب اونا برادران شما هستند، فامیل شما هستند، از خود شما هستند، به طرف اونها برید. چرا دیگه با ایشون جنگ میکنید؟ جنگ تمام شد، اختلاف تمام شد. الله تعالی این آیه را نازل فرمود. علی کرم الله وجهه میفرماید یعنی المنافقین فی قولهم للمؤمنین، مراد الله تعالی منافقین هست که آنها به مؤمنین چه گفتند؟ عند الهزیمه، وقتی که شکست آمد، ارجعوا الی اخوانکم وادخلوا فی دینکم، به برادرانتون برگردید، اونا برادر شما هستند، دین گذشته تون برگردید. منافقین گفتند. الله می فرماید که
شما اگر به طرف اونها برید اطاعت کنید، اونها شما را به همون جاهلیت و تاریکی برمیگردانند و دوست شما خداست. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، این تسلی هم هست و وعده نصرت هم هست. الله می فرماید ان قریب ما القا می کنیم، ان قریب ما رعب می اندازیم فی قلوب الذین کفروا، در دل کسانی که کفر کردند. الرعب مفعول سنلقی هست، ما رعب می اندازیم بما اشرکوا بالله. علت رعب به سبب اینکه آنها شریک گرفتن به خدا، شریک قرار دادن ما لم ینزل به سلطانا، آن معبودانی و آن خدایانی که خداوند نازل نکرده برای معبودیتشان هیچ دلیلی برای معبودیتشان نیست. و مأواهم النار، جایگاهشان الله می فرماید در آتش. و بئس مثوى الظالمین، جایگاه بسیار بدی هست، مرجع بسیار بدی هست، مرجع ظالمین یعنی آتش. بس الله می فرماید که به اونجا برمیگردند کسانی که به سوی کفر بروند. ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتی اذا فشلتم و تنازعتم. خب ما مختصری از جریان احد صبح خدمت شما عرض کردیم که در حمله اول مسلمانان پیروز شدند، بعداً به خاطر بعضی بی‌تدبیری ها و بعضی بی‌توجهی ها این شکست آمد. بعضی از مسلمانان با خودشون گفتن این شکست از کجا آمد؟ مگر خدای تعالی با ما وعده نصرت نکرده بود، وعده کمک نکرده بود؟ خداوند عزوجل در این آیه جواب میده. ببینید تفسیر مدارک، تفسیر نسفی نوشته قال ناس من اصحابه، مردانی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند من این اصابنا هذا، این مصیبت، این شکست از کجا آمد؟ وقد وعدنا الله النصر، خداوند با ما وعده نصرت کرده بود، وعده کمک کرده بود، چرا شکست؟ الله تعالی در جواب فرمود ولقد صدقكم الله وعده، همانا الله عزوجل با شما وعده خودش را صادق کرد، یعنی وعده درست بود، راست بود. اذ تحسونهم باذنه، زمانی که آنها را شما میزدید، تحسونهم ای تقطعونهم، اونها را قطع میکردید، یعنی به زمین میانداختید. در حمله اول صحابه هجوم آوردند، کفار به زمین خوردند و فرار کردند. اذ تحسونهم باذنه، زمانی که آنها را شما می انداختید به اذن الله. اما حتی اذا فشلتم و تنازعتم، فشل همیشه کنایه از اختلاف است. ولا تنازعوا فتفشلوا، در نتیجه اختلاف فشل میاد، سستی میاد، چند رأی میاد. لذا الله می فرماید حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر، حتی وقتی که شما سست شدید و اختلاف کردید با هم در امر، یعنی در حکم رسول صلی الله علیه وسلم. و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، و نافرمانی کردید بعد از اینکه خدا نشان داد به شما آن چیزی که دوست داشتید. چه چیزی را صحابه دوست داشتن؟ فتح را، پیروزی را. بعد از اینکه خداوند به شما پیروزی را نشان داد،
پیروز شدید، اونا را عقب راندید، الان با هم اختلاف کردید، فشل شدید. چرا این اختلاف بود؟ به خاطر غنیمت ها، جمع کردن غنیمت ها. منکم من یرید الدنیا، بعضی از شما آنهایی بودند که اراده دنیا داشتند، یعنی غنیمت. و منکم من یرید الاخره، بعضی دیگر از شما کسانی بودند که اراده آخرت داشتند، فقط اراده آخرت، اصلا به غنیمت توجه نکردند، لذا اختلاف شد. ثم صرفكم عنهم لیبتلیکم، این اختلاف باعث شد شما را الله تعالی برگرداند از آنها تا که بیازماید شما را. لذا این اختلاف خودتون، تنازع بین خودتون. اما اینو دقت بفرمایید که صحابه بندگان خدا هستند و الله عزوجل رب اونها، مالک اونها و صاحب اختیار اونها. الله تعالی با وجودی که این بندگان خودش را سرزنش می کند، توبیخ می کند، بعد از اون اعلام عفو هم می کند. ولقد عفا عنکم، بدون شک خداوند شما را معاف کرد. ولقد، لام هم برای تأکید است، قد هم برای تحقیق است. البته به تحقیق خداوند شما را عفو کرد. والله ذو فضل علی المؤمنین، این علت عفو است و تسلی است. خداوند صاحب فضل است بر مؤمنان، نه تنها شما را عفو کرده، خدا بر شما فضل می کند. اما ثم صرفكم عنهم لیبتلیکم کامل نشد. خداوند شما را وقتی که شما از کوه پایین آمدید، شما را به سمت و سوی دیگه برگرداند تا که بیازماید. چطور شما را برگرداند؟ به کدام سمت؟ اذ تصعدون، بنویسید متعلق صرفکم، صرفکم اذ تصعدون، رخ شما را برگرداند زمانی که شما به طرف کوه می رفتید. همه فرار کردن، به طرف کوه احد رفتند. الله می فرماید اذ تصعدون ولا تلوون على احد، زمانی که شما به سوی کوه به طرف کوه بالا می رفتید، ولا تلوون على احد، و رخ بر نمی گرداندید بر هیچ کسی، یعنی به هیچ که توجه نمی کردید، فقط به طرف کوه بالا می رفتند. والرسول یدعوکم فی اخراکم، در حالی که پیامبر شما را فرا می خواند، فی اخراکم، در جمع دیگر از شما، جماعت دیگر از شما بودند که اونجا پیامبر بود، شما را صدا می کرد. فاثابکم غما بغم لکی لا تحزنوا على ما فاتکم ولا ما اصابکم. الله می فرماید به شما رسید غما بغم، به شما غم رسید. این غم چی بود؟ قتل و شهادت. بغم یعنی به سبب غمی. این به سبب غم چی هست؟ ناراحتی پیغمبر، نگرانی پیغمبر یا نافرمانی پیغمبر. اما این غم را الله تعالی چرا آورد؟ لکی لا تحزنوا على ما فاتکم ولا ما اصابکم. حکمت غم تا که شما غمگین نباشید بر آنچه که از دست دادید، از شما فوت شد، یعنی منافع. ولا ما اصابکم، و همچنین بر آن تکالیف و مشقت هایی که به شما رسیده. الان بعضی ها از مفسران میگن لکی لا تحزنوا، این حکمت بیان هست، یعنی اخبرکم بذلک المذکور، خداوند این مذکور را برای شما گفت، به شما خبر داد تا شما غمگین نباشید. والله خبیر بما تعملون،
الله تعالی به اعمال شما خبر دارد، آگاه است به اعمال شما، واقف است. ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا، بعد از اینکه غم و ناراحتی آمد خدای عزوجل بر صحابه آرامش آورد. آرامش چنان آرامشی که خواب آمد. اونا وقتی که گریختن اینا جوش می زدن، پریشان بودن برای شهدا، برای زخمیا، برای این نافرمانی. بر اونها خواب آمد، خواب غالب شد. شما میدونید وقتی که انسان غمی داشته باشه خواب از چشمان میپره، اما اگر خواب بیاد انسان خواب بره غمش چی میشه؟ سبک میشه. الله می فرماید ثم انزل علیکم من بعد الغم، سپس الله نازل کرد بر شما بعد از غم امنة نعاسا، سکینه امنی که نعاسا یعنی نعاس نوم خفیف، چرت زدن. یغشا طائفة منکم، تحت پوشش داد گروهی را از شما، طائفة مؤمنین مخلصین. مؤمنین و مخلصین خواب می رفتن، اما منافقین اونها غم جان خودشون را داشتن. اونها می ترسیدن که به سر ما بلایی نیاد، کشته نشیم. و طائفة قد اهمتهم انفسهم، الله می فرماید یک گروه دیگری بود که آنها را غمگین کرده بود جانشان، فکرمند کرده بود جانشان. اجمع المفسرون على ان هذه الطائفه هم المنافقون، مفسران همه معتقدن که این گروه منافقون هست. یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، درباره منافقین الله می فرماید آنها گمان می کردن نسبت به خداوند غیر الحق، گمان باطل، غیر حق. ظن الجاهلیه، گمان جاهلیت. یعنی چه گمانی میکردن؟ العیاذ بالله میگفتن اینجا خداوند وعده خلافی کرد، وعده کرده بود کمک بکنه، نصرت بکنه، اینها را نکرد، شکستشون داد. و بعد چی میگفتن؟ یقولون هل لنا من الامر من شیء، استفهام انکاری هست. سوال میکردن هل لنا من الامر من شیء، آیا ما در این امر جایگاهی داریم؟ نداریم. استفهام انکاری یعنی هیچ که از ما نمیپرسه. منظورش چی هست؟ بعضی گفتن که منظورشون اینه که آیا از ما کسی میپرسه، از ما نظری گرفته میشه؟ هیچ کس از ما نظر نمیگیره، ما گفتیم از مدینه خارج نشیم. بعضی این توجیه را گفتن. بعضی گفتن نه، هل لنا من الامر من شیء، یعنی ما مسلمانان، چون اونا هم خودشون را مسلمان میدن، آیا ما مسلمانان هیچ سهمی داریم؟ نداریم. به ما گفتند که شما پیروز میشین، نشدید، پس ما هیچ سهم و جایگاهی نداریم. میخوان مسلمانان را چی بکنند؟ مایوس بکنند، ناامید بکنند. الله میفرماید قل ان الامر كله لله، ای پیامبر اعلام بکن همه امر برای الله است، به دست خداست. یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، این منافقین مخفی میکنند، پوشیده و پنهان میکنند در وجود خودشان آن چیزی را که برای شما ظاهر نمیکنند، صراحت نمیکنند. ما لا یبدون لک، چی میگویند؟ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ها هنا، میگویند اگر ما از این امر، یعنی از امر جنگ، اختیاری داشتیم، ما قتلنا ها هنا، اینجا کشته نمی شدیم. اونها میگویند اگر در دست ما بود، از ما کسی میپرسید، ما را اختیاری بود، ما اینجا کشته نمی شدیم. الله تعالی بهشون جواب میده، جواب که از سوی الله است، اینه که قل لو کنتم فی بیوتکم، ای پیامبر به آنان بگو اگر شما در خانه هایتان بودید، لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم،
بروز میکرد، یعنی غالب میشد آنهایی که بر اونها قتل نوشته شده بود، کشته شدن نوشته شده بود. مرگ می آمد کجا؟ الی مضاجعهم، رخت خوابهایشون، بسترهایشون، همونجا مرگ اونها را محاصره میکرد، میگرفت. ولیبتلی الله ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم. باز هم حکمت این ابتلا، حکمت این آزمایش، الله تعالی می فرماید فعل ذالک را میتونی مقدر کنی. خدا این کار را با شما کرد تا که ابتلا بکند، امتحان بکند اون چی که در دل شما، در سینه شماست. واقعا اونجا ایمان است یا نفاق است؟ واقعا ادعای حقیقی است یا دروغین است؟ ولیبتلی الله ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم، خالص بگرداند آنچه که در دل شماست، خالص بگرد. اگر نفاق است هم مشخص بشه، اگر ایمان است هم مشخص بشه. والله علیم بذات الصدور، اینطور که خود خداوند میداند به اسرار سینه ها، ولی میخواست برای بقیه چی بکند؟ ظاهر بکند، نشان بدهد. خب بازم الله تعالی علت را بیان میفرماید، علت حقیقی با صراحت بیشتر. الله میفرماید ان الذين تولوا منكم، بدون شک کسانی که پشت دادند از شما، یوم التقى الجمعان، روزی که دو گروه با هم ملاقات کردند، برخورد کردند، جنگیدند در میدان احد. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، الله می فرماید جز این نیست که آنها را لغزاند شیطان اونها را لغزاند، ببعض ما کسبوا، بسبب عمل کردشون. عمل کرد آنچه که کسب کردن چه بود؟ همین بود که نافرمانی امیر کردن، شیطان اونها را لغزاند. اما این چه گناه بزرگی هست؟ بازم خدا اعلام می کند. الله عزوجل عالم الغیب هست، خداوند درباره آینده هم علم دارد. قطعا الله تعالی بعضی اعتراضات و انتقادات بندگان خودش در آینده را هم می داند. به همین خاطر بار بار از صحابه، برای صحابه اعلام عفو می کند تا برای کسی دیگه مستمسکی نباشد، بهانه‌ای نباشد که بر صحابه بتازد. ولقد عفا الله عنهم، باز هم با همون تأکید به درستی خداوند عفو کرد آنها را. میگوین شاه میبخشد، شاغلی نمیبخشد. خدا هم بخشیده ولی مردم نمیبخشند، هنوز دنبال صحابه هستند. الله میفرماید ولقد عفا الله عنهم، خداوند اونها را معاف کرد. ان الله غفور حلیم، بدون شک خداوند بخشاینده هست، بردبار هست، زود مؤاخذه نمی کند. بعد از این الله عزوجل زجر بر منافقان بیان می کند. منافقان در هر دوری هستند، در هر زمانی هستند، خودشون به میدان نمیاند، دیگران که به میدان میرن ملامت میکنند، خودشون کاری نمی کنند. اونهایی که اهل کارند بر اونها انتقاد دارند، چرا اونها چنین کردند و چنان. لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آوردید. بظاهر لا تکون، هم به مؤمنین میگه، به مؤمنین میگه مثل منافقین نباشید. لا تکونوا کالذین کفروا، نباشید مثل کسانی که کفر کردند. وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض، آنها به برادرانشان گفتند زمانی که برادران رفتن برای جهاد. ضربوا فی الارض کنایه از سفر است، جهاد. چی گفتند؟
او کانو غزن، یا اینکه برای غزوی رفتند، برای جنگ با دشمنان خدا رفتند، گفتن لو کانو عندنا ما ماتوا و ما قتلوا، گفتند اگر پیش ما بودند نمی مردند، کشته نمی شدند. هرگاه اونا به سفری می رفتند یا به جنگ و جهاد می رفتند، می گفتند اگر پیش ما بودند نمی مردند، کشته نمی شدند. لیجعل الله ذلك حسرة فی قلوبهم، الله تعالی این اعتقاد را در دل اونها قرار داده، این دیدگاه و نظریه را دارند تا که خداوند حسرت دلشان را قرار بده، بیشتر بکنه، تا که قرار بده الله این را، این تمنا را، این آرزو را، حسرتی در دلهایشان. خب این اعتراض منافقین. اما خدای تعالی پاسخ میده، جواب میده، چند تا جواب. اول ولئن والله یحیی و یمیت، الله زنده میکند و موت میدهد. موت در جهاد نیست، در جنگ نیست، در دست رب هست. والله بما تعملون بصیر، خداوند به اعمال شما بیناست. خداوند میدونه چه کسی را شهادت بده، چه کسی را غازی بگرداند، چه کسی را هیچ. ولئن قتلتم فی سبیل الله او متم، جواب دوم، اگر شما کشته شدید در راه الله، او متم یا موت داده شدید، جای نگرانی نیست. فلا تحزنوا، جوابش هست مقدره، غمگین نباشید، پروا نکنید. چرا؟ چون که بعد از مرگ، بعد از شهادت برای شما زندگی بهتری هست، زندگی همراه با مغفرت هست، زندگی همراه با رحمت هست. لمغفرت من الله و رحمه، البته مغفرتی که از جانب الله است و رحمتی که خدا بر شما عنایت می فرماید. خیر مما یجمعون، بهتر است از اون چی که کفار جمع می کنند. یجمعون الذین کفروا، این منافقین که حسرت می خورند خودشون نشستن پول جمع می کنند. اون مغفرت و رحمتی که شامل حال شما میشه از پول اونها به مراتب بهتر است. ولئن متم او قتلتم، شما اگر موت داده بشید یا بمیرید، کجا مگه میرید؟ لإلی الله تحشرون، البته به سوی الله همه حشر میشید، همه جمع میشید. علی ای حال این پاسخ منافقین است. اما صحابه و رسول الله صلی الله علیه وسلم، بعد از اینکه صحابه اون اشتباه را کرد، رسول مکرم صلی الله علیه وسلم مثل بقیه فرماندهان جنگی اونها را تنبیه نکرد، بر اونها تند نرفت، عصبانی نشد و بد و بیراه نگفت، سب و شتم نکرد. این اخلاق نبی کریم هست. الله تعالی هم اینجا مورد ستایش قرار داده این اخلاق را. الله می فرماید فبما رحمت من الله لنت لهم، بسبب رحمتی از جانب الله شما نرم شدی برای اونها. چون خدا بر قلبت سایه رحمت را انداخته، شما هم بر اونها نرم شدی، هیچی نگفتی. اگر تو تند بودی، تند خوب بودی، بد اخلاق بودی، اطراف شما جمع نمی شدند، می رفتند. ولو كنت فظا غلیظ القلب، اگر فظ بودی، سخت خوب بودی، غلیظ القلب، سخت دل بودی، لن فضوا من حولک، متفرق می شدن از اطرافت، می رفتن این طرف و اون طرف. ولی شما تند نرفتی، تند نشدی. حال چیکار کن؟ سبحان الله، الله تعالی اخلاق نیکو را، عفو را دوست دارد. فاعفو عنهم، خود خدای عزوجل هم معاف کرد
حبیبش را میگه شما هم معاف کن. الله تعالی اعلام مغفرت کرد، به پیامبرش میگه تو هم طلب مغفرت کن برای اونها که درجات بالا میره. فاعفو عنهم، شما معاف کن آنها را، از آنها درگذر باش. واستغفر لهم، آنها را برای آنها مغفرت بطلب از خدا. و شاورهم، سوم اینه که مشوره کن با آنها در امور، دلشون را به دست بیار، به هر صورتی هست، دوستانت هستند، یارانت هستند، مخلصند. فاذا عزمت فتوکل علی الله، هرگاه که اراده کردی، عزم کردی برای کاری، پس توکل کن بر الله. مطلب اینه که مشوره بکن، ولی توکل و اعتماد بر مشوره نباشد، توکل و اعتماد بر ذات حق باشد. فاذا عزمت، کاری را عزم کردی، توکل بکن بر الله، لا بالمشاوره، بر مشاوره نه. ان الله يحب المتوکلین، یکی از گروه هایی که خدا دوست دارد، عرض کردیم هر جا در قرآن بررسی کنیم خداوند دارای چه صفاتی را دوست دارد. متوکلین، کسانی که در هر کار، البته صبح خدمت شما عرض کردم توکل اونه که انسان اسباب را اختیار بکند و سپس اعتماد بر ذات حق بکند. پس متوکلین اونها هستند که با وجود تمام اسباب، همه امکانات استفاده می کنند، سپس توکل و اعتمادشان بر ذات الله است. اینها را الله دوست دارد. با وجود این همه اسباب نظرشون به اسباب نیست، نظرشون به الله است، به رب الاسباب است. این ینصرکم الله فلا غالب لکم، از اینجا خداوند ازاله حسرت میفرماید. یعنی الان دیگه حسرت نخور، الان تأسف نخور. خدا میخواست یاریتون میکرد و اگر خدا نخواهد کسی نمیتواند. پس خواست خدا بر این بوده، اصلش اینه. این ینصرکم الله، اگر الله شما را یاری بفرماید، فلا غالب لکم، هیچ غالبی بر شما نیست، هیچ پیروزی بر شما نیست. و این یخذلکم، اگر خداوند شما را رسوا بکند، شما را بدنام کند، فمن ذا الذی ینصرکم من بعده، چه کسی هست بعد از آن که شما را یاری کند؟ کسی نیست. پس به این نتیجه می رسیم که و علی الله فلیتوکل المؤمنون، فقط و فقط بر الله توکل بکنن مؤمنان. پس در این آیه چی بود؟ اوصاف رسول الله، منت بر مسلمانان که چنان رسول خوشخلقی دارید، خوش اخلاق هست، خوش برخورد هست، بالمؤمنین رؤوف الرحیم هست. علاوه از این صفات رحم و رحمت، و ما کان لنبی ان یغل، امین هست، پیامبری هست که در هیچ چیزی بلا نسبت خیانت نمی کند و خیانت در شأن پیامبر نیست، چه برسد به حبیب ما خاتم الانبیاء. اشاره به جریانی هم هست ضمناً که در جنگ بدر چادری ارزشمند و گرانبها ناپدید شد، گم شد، و بعد از اینکه آمدند به مدینه گفتم چادری گم هست. بعضی از منافقین بدبخت با خودشون گفتند من پیغمبر خودش لازم داشته برداشته. الله عزوجل اینو بیان میفرماید که هیچ پیغمبری برایش غلول سزاوار نیست. غلول خیانت را میگن در بیت المال، در مال اموال عمومی مسلمانان مثل غنیمت. و ما کان لنبی ان یغل، برای هیچ پیغمبری سزاوار نیست ان یغل، اینکه غلول کند، خیانت کند.
ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامه، هر کسی که خیانت کند می آورد آنچه که خیانت کرده در روز قیامت. ثم توفی كل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، سپس به صورت کامل داده میشه هر نفسی آنچه که کسب کرده، وهم لا یظلمون، و آنها بر آنها ظلم نمیشه، مورد ظلم لا یظلمون یعنی بر آنها ظلم کرده نمیشه. افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله و مأواه جهنم. بازم صفات پیغمبر. این پیغمبر شخصیتی هست که همیشه دنبال رضای مولاست. آیا کسی که دنبال کند رضای الله را، آیا این انسان میشه مثل کسی که باء بسخط من الله، به خشم و قهر خدا رجوع کرده و مأواه جهنم، جایگاهش جهنم است؟ این پیغمبر قابل قیاس نیست با چنین فردی. و بئس المصیر، مذمت جهنم است، بسیار جای بدی هست. هم درجات عند الله والله بصیر بما یعملون. الله می فرماید این افراد، انسانها، درجات ای ذو درجات، دارای درجات متفاوتی هستند نزد خدای عزوجل، و خداوند نسبت به اعمالشان بیناست، میداند همه چیز را. لقد من الله، دوتا منت، دوتا لطف و احسان بر مؤمنان بیان شد. اولی اینکه خوشخلقی پیغمبر، دومی اینکه امین هست، خیانت نمی کند. سومی لقد من الله علی المؤمنین، این پیغمبر دارای پیام ها و حامل رسالت های متعددی هست. لقد من الله، همانا الله احسان فرموده بر مؤمنان، اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، زمانی که مبعوث فرمود در میان آنها فرستاده از خودشان، یتلو علیهم آیاته، فرستاده که بر آنها آیات خدا را تلاوت میکرد و میکند، و یزکیهم، آنها را تزکیه میگرداند. برای صحابه آیات خدا میخواند و صحابه را تزکیه و پاک میگرداند. و یعلمهم الکتاب، آنها را کتاب تعلیم میده، و الحکمه، حکمت تعلیم میده. و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین، گرچه قبل از این بودن در گمراهی آشکار. این آیه تشریح شده قبلا، هم تزکیه، هم تعلیم کتاب، هم حکمت، هم تلاوت. اما یک نکته که قبلا عرض نکردم اینجا عرض میکنم، اون اینه که احوال مسلمانان را میدانیم. در میان مسلمانان افراد متفاوتی هستند، همونطور که الله میفرماد هم درجات، ذو درجات هستند، دارای درجات متفاوت هستند. در قرنهای بعدی انسانهایی را تاریخ شاهد است که از نظر اصلاح، تزکیه، تعلیم واقعا الگو بودند. انسانهایی که دنیا نمونه اونها را ندارد. در دور ما، قبل از دور ما، قبل از اون، تا بره به خیر القرون، در هر عصری اولیاء، صالحین، بندگان نیک، خوب، چنان انسانهایی که انسان میگه از فرشتگان هم اینها برترند. خب اینها کسانی هستند که بلا واسطه، بدون واسطه شاگرد پیامبر بودند، بدون واسطه تزکیه شدند. پس درباره اونهایی که مستقیما رسول الله اونها را تزکیه کرد، مستقیما رسول الله بر اونها کار کرد، بلا واسطه شاگرد بودند.
شب و روز در محضر حاضر بودند. اونهایی که رسول الله بر اونها تلاوت کرد، اونهایی که رسول الله در جلسات اونها را تعلیم داد، حکمت تشریح کرد، قرآن را برایشون تفسیر کرد، تزکیهشون کرد، اصلاحشون کرد، اونها به کجا رسیدند؟ آیا به گمان شما اونهایی که مستقیما بلا واسطه شاگرد بودند اونها ضعیفتر بودند از اونهایی که بعداً آمدند؟ همه فرق، همه گروه ها در میان مسلمانان رجالی را، صالحینی را قبول داریم که اونها الگو بودند. خب اینها که الگو بودند بالواسطه شاگرد بودند، بعد از چند پشت شاگرد بودند. اگر افرادی که ما میبینیم، ما میدانیم بهترین هستند، در حالی که چندین نسل بعد از اون زمان بودند، پس اونایی که مستقیما شاگرد بودند و پیغمبر اونها را تزکیه کرد، سبحان الله، اونها چه میتونن باشد؟ اونها انسانهای فرشته صفت روی زمین. پس ببینید، اگر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با وجود این همه زحمت، تلاش، گرچه کار پیغمبر بلاغ است و بس، نتیجه نداده و انسانهای تزکیه نشدند، پس چی میگیم؟ که آیا ایشون در رسالت خودشون ناموفق بودن؟ العیاذ بالله. کمال موفقیت اینه که بگیم که ایشون بهترین وظیفه را انجام دادند، بهترین افراد را تربیت کردند و تحویل دادند و اون افراد دنیا را پر از ایمان و پر از هدایت کردند. لذا الله می فرما و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین، گرچه قبل از بعثت پیامبر در گمراهی آشکار بودند. خب منظور اینها صحابه هست. بس قبل از بعثت در گمراهی آشکار بودند، در جاهلیت اولا بودند، اما آمد پیغمبر خدا تزکیهشون کرد، اصلاحشون کرد، کتاب خدا را بر اونها تلاوت کرد، تعلیمشان داد. اولما اصابتكم مصیبه قد اصبتم مثلیها. باز هم سرزنش هست، زجر هست بر مؤمنان. مؤمنان خیلی ناراحت بودند، خیلی حزین بودند برای اتفاقی که برایشون اتفاق افتاد در احد. الله عزوجل می فرماید آیا بیاد ندارید که شما 2 برابر این ضربه زدید سال گذشته؟ الله می فرماید اولما اصابتكم مصیبه، آیا هرگاه که برسد به شما مصیبتی، وقتی که رسید به شما مصیبتی، قد اصبتم مثلیها، همانا شما هم به آنها رسانیدید 2 برابر. اونها فقط 70 تا کشتن، شما 70 تا کشتید، 70 تا اسیر کردید. قلتم انا هذا، صحابه تعجب کردند، چنین انتظاری نداشتن، از کجا شد این شکست؟ قل هو من عند انفسکم، بگو این از طرف خودتان هست. ان الله علی کل شیء قدیر، علت اینه که خدا بر هر چیز قادر است. خدا قادر است. شما اشتباه کردید، چشیدید، خوردید، اما اینجا خدای تعالی حکمت اصلی را بیان می فرماید، اینه که همه چیز به اذن الله بود. این باید تسلی بده. و ما اصابکم یوم التقى الجمعان، آنچه که به شما در روز ملاقات و برخورد 2 جماعت رسید، جمع کفار و جمع مسلمین، آنچه که به شما رسید، ضربه و آسیبی که به شما رسید، فباذن الله، به اذن الهی بود. ولیعلم المؤمنین، حکمت اصابت، تاکه مؤمنان بدانند، تاکه مؤمنان بدانند. ولیعلم الذین نافقوا،
و تا که بدانن کسانی که نفاق داشتن، تا که خدا بداند مؤمنان را. به چه معنا؟ قبلا عرض کردیم خدا که مؤمن را هم میداند، منافق را هم میشناسد. مراد از علم ظهور است، تا که معلوم کند، ظاهر کند مؤمنین را و تا که آشکار سازد منافقین را. وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا. اون منافقینی که قیل لهم، به آنها گفته شد از طرف صحابی عبدالله ابن عمرو ابن حرام گفته شد تعالوا قاتلوا فی سبیل الله، کجا میرید؟ بیایید بجنگید در راه خدا، او ادفعوا، یا بیایید از خودتون از شهرتون دفاع کنید. اما چه جواب دادن؟ لو نعلم قتالا لاتبعناکم. اگر ما جنگی میدانستیم، اینو جنگی میدانستیم، پیروی میکردیم از شما. یعنی چه؟ منظور اینه که این جنگی نیست، این خودکشی هست. تدبیر رسول الله و صحابه را قبول نداشتند. تفسیر مدارک نوشته لو نعلم ما یصح ان یسمى قتالا لاتبعناکم. ما اگر میدانستیم این چیزی که بگیم اصلا بهش بگیم جنگ، عنوان جنگ بهش بدیم، ما دنبال میکردیم شما را، پشت سر می آمدیم. یعنون ما انتم فیه لخطأ رأیکم لیس بشیء. منظورشون این بود که به صحابه میگفتند به خاطر خطأ رأی شما، اون چی که شما دارید انجام میدید این هیچ جنگ نیست. ولا یقال لمثله قتال، این قتال نیست، انما هو القاء النفس في التهلكه. مدارک این خود را به هلاکت انداختن است، خود را نابود کردن است، خودکشی هست. الله تعالی می فرماید هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان. منافقین این جواب را دادند اما در قلبشان کفر بیشتر بود تا ایمان، به کفر نزدیکتر بودند در اون روز نسبت به ایمان. یقولون بافواههم ما لیس فی قلوبهم. الله می فرماید آنها میگویند با زبانشان، با دهانشان آنچه که در دلشان نیست. همین که لو نعلم قتالا، اینا به زبان میگفتن، میدونستن که واقعیت چیه. واقعیت اینا میخواستن در برن. والله اعلم بما یکتمون. الله بهتر میداند آنچه که آنها کتمان میکردند. الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا. آنانی که گفتن برای برادرانشان و خودشان نشستند. به مسلمانانی که رفتن به جنگ به اونها گفتن، خودشون نرفتن. منافقین چی گفتن؟ لو اطاعونا ما قتلوا. اگر آن برادران ما از ما اطاعت میکردن، به حرف ما گوش میکردن، اون 70 نفر کشته نمی شدند. رب العالمین در جواب میفرماید قل فادرؤوا. به خاطر این گستاخی، این بیادبی، قل فادرؤوا عن انفسکم الموت. بگو دفع کنید از خودتان مرگ را، این کنتم صادقین، اگر راست میگید. پس این طوره که شما در خانه نشستید از مرگ نجات یافتید، پس الان مرگ، جلوی مرگ را بگیرید اگر راست میگید. یک مفهومش اینه که هر وقت مرگ به سراغتون آمد شما جلوش را بگیرید. شما بلدید، پس میتونید از پیش مرگ در برید. چنانچه امروز میبینیم که اونها بلد نبودن، مردند. بعضی میگویند که قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، در همون ایام، در همون روز و روزها خداوند مرگی بر اونها آورد. جمع بزرگی در خانه ها کشته شد، مردند. حتی گفتند حدود 70 نفر. گرچه 70 ما معتقدیم کنایه از کثرت است، ولی تعداد زیادی از اونها مرد. تفسیر مدارک نوشته و روی انه مات یوم قالوا هذه المقاله. روایت شده روزی که این سخن را گفتند مرد چند نفر؟ 70 منافقا، 70 تا منافق مرد. خدا گفت که خب جلوی مرگ را بگیر تو که میتونی.
به جهاد نمیریم، میگه که اینا رفتن، چون رفتن کشته شدن. بله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. شما که تو خونه میمیرید مثل زنها، ایراد میگیرید بر اونهایی که رفتند و موت شهادت نوشیدند. الله عزوجل اکنون فضیلت این شهدا را و فضیلت مرگ شهادت را الله تعالی بیان میفرماید. الله میفرماید ولا تحسبن الذين قتلوا، هرگز گمان نکنید کسانی را که کشته شدند در راه الله امواتا، آنها را مرده های معمولی مرده گمان نکنید، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکه آنها زنده هستند نزد پروردگار روزی میخورند، غذا میخورند. فرحین بما آتاهم الله من فضله، الله میفرماید آنها خوشحالند به آنچه که الله بهشون عنایت فرموده از فضل خودش. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، آنها طلب بشارت میکنند، یعنی تمنا دارند که این مژده و بشارت برسد به اونهایی که لم یلحقوا بهم من خلفهم، هنوز به آنها ملحق نشدن، پشت سر آنها به اونها این پیام برسد، این مژده برسد که الا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ خوفی بر آنها نیست و آنها غمگین نخواهند شد. اونها درباره آینده یا مافاتشان دنیایشان غمی نخواهند داشت. پس ببینید خدای عزوجل در اینجا فرمود که کسانی که در راه خدا کشته میشوند اونها را مرده نپندارید. آنها چی هستند؟ زنده اند، نزد پروردگارند، نزد الله، بل احیاء عند ربهم. این دومین آیه هست که شما در رابطه با شهدا میخوانید. یک آیه ای را قبلا شما خواندید، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. قبلا خواندید این آیه را در سوره مبارکه بقره و این دومی در سوره آل عمران است. در سوره بقره همین خواندیم که اونها را مرده نگویید، اینجا هم خواندیم که اونها را مرده نپندارید. حال بحث مختصر و کوتاهی در رابطه با حیاتی که قرآن اشاره کرده، حیات شهدا و زندگی که شهدا دارند، میخوام خدمت شما عرض کنم. اون اینه که اون چه که مسلم هست و ثابت اینه که ارواح شهدا، روح شهید وقتی که شهید میشه و کشته میشه از این کالبد، از این بدن عنصری چی میشه؟ جدا میشه، روحش میره به جای دیگه. و الا اگر روح در بدن بود بدن حرکت میکرد، بدن بدون روح میماند و چنان جدا میشه که روح با بدن هیچ ارتباطی ندارد. میبینیم هیچ نوع حرکتی در بدن مشاهده نمیشه. پس این نکته برای همه ما ثابت هست که بعد از اینکه روح از بدن جدا میشه، حیات دنیا، زندگی دنیا تمام میشه. زندگی دنیا با خروج روح از بدن چی میشه؟ تمام میشه. اما یک زندگی دیگری دارند که قرآن دو جا اشاره می کند. پس از آیات من نتیجه می گیریم که حیاتی که بعد از خروج روح اونها دارند و قرآن اون را یادآوری کرده، اون حیات این حیات دنیا نیست، چون از اینجا رفتن، تمام شد. مالشون تقسیم میشه، زنشون میتونه ازدواج کنه. زندگی دنیا
نیست. زندگی دنیا به پایان میرسه. این زندگی جدید کجا هست؟ آیا در این زندگی جدید این بدن عنصری هم نقشی داره؟ این بدنی که ما در دنیا داریم، آیا این زندگی در همین بدن هست یا زندگی در بدن دیگه هست؟ ببینید بعد از این که روح از بدن جدا میشه و وارد یک دنیای دیگه میشه که ما به اون دنیا و به اون عالم برزخ میگوییم، لذا روح اونجا میره و زندگی برزخی خواهد بود. ما اجازه نداریم در رابطه با مسائلی که جزء علم غیب هستند، مسائلی که مربوط به این دنیا نیست، هنوز از چشمای ما مخفی هستند، از خود اظهار نظر بکنیم. زندگی برزخ هم از عالم غیب هست. برزخ در غیب هست، ما تا به حال ندیدیم. کیفیت حیات برزخی به چه صورت هست، به چه کیفیت هست، اینو هم نمیدونیم. اما اینجا هم ما اجازه نداریم که با عقل خودمون، با قیاس خودمون، با فکر خودمون درباره حیات برزخی حکم صادر بکنیم، قضاوت بکنیم. فقط و فقط ما در رابطه با زندگی برزخی تا حدی میتونیم اظهار نظر بکنیم که در وحی داریم، چون همش از عالم غیب وحی برای ما تعریف میکنه. هرچی که وحی برای ما گفته از عالم غیب، ما اونها را به اونها ایمان داریم. مثلا ما ملائکه را ندیدیم، وحی الهی درباره وجود ملائکه صحبت میکنه، ما قبول داریم. وحی الهی درباره عرش صحبت میکنه، ما قبول داریم. وحی الهی درباره زندگی بعد از مرگ صحبت میکنه، ما قبول داریم، ایمان داریم. وحی الهی میگه که بهشتی هست، جهنمی هست، اینها همه ما قبول داریم. درباره عالم برزخ و درباره زندگی بعد از این زندگی هم وحی الهی سخن میگوید. هرچی که وحی الهی و در آیات و احادیث رسول مکرم صلی الله علیه و سلم باشد، به همون اندازه قائل میشیم. بیشتر از اون نه جلو میریم نه عقب میاییم. بیشتر از اون با عقل و با قیاس خودمون هیچ چیزی را ترازو نمی کنیم، هیچ چیزی را وزن نمی کنیم، هیچ چیزی را ما قیاس نمی کنیم. خب الان در همین باره الله تعالی اشاره کرده که شما نمیدونید. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. چی فرموده؟ بل احیاء ولكن لا تشعرون. خدا خودش اشاره کرده که شما به اون درک و شعوری که درباره اون حیات بدانید شما نرسیدید. پس خود قرآن اشاره میکنه که شما زیاد سر در نمیارید. اینجا ولکن لا تشعرون، علامه آلوسی گفته لا تحسون ولا تدرکون ما حالهم بالمشاعر. شما حس نمی کنید، شما درک نمی کنید که احوال اونها چی هست. با این مشاعرتون، با حواس خمسهتون، با چشم، با گوش، با زبان، با لمس، با اینها شما درک نمی کنید. لأنها من احوال البرزخ التي لا يطلع عليها. چون آلوسی می فرماید این مسائل از احوال برزخی است که هیچ اطلاعی بر اونها حاصل نمیشه الا بالوحی، مگر با وحی. پس این همه تأکید را میخوام عرض بکنم که در رابطه با حیات برزخی فقط و فقط به اندازه‌ای که ما در وحی داریم، یعنی در آیات داریم یا در احادیث رسول مکرم صلی الله علیه و سلم داریم، به همین اندازه اظهار نظر بکنیم، بیشتر نکنیم، بیشتر قیاس نکنیم. حال قرآن کریم اشاراتی دارد. اول به اشارات قرآن میرسیم.
اشاراتی دارد که این حیاتی که اونها دارند این حیات دنیوی نیست، عند ربهم هست، عندکم نیست، برای شما قابل درک نیست. اینکه عند ربهم میفرماید، عند ربهم اشاره به این هست که اونها پیش رب مهربان خودشون در عالم غیب زنده هستند، در عالم دنیا نه، در عالم غیب. عند ربهم علامه خازن بر این عند ربهم که در وحی آمده میفرماید انهم احیاء عند الله تعالی فی عالم الغیب، شهدا زنده هستند در عالم غیب، لانهم صاروا الى الاخره، اونها رفت توی آخرت. بس قرآن مجید هم صراحتا میفرماید که شهدا میخورن می نوشند. خب ما هم میخوریم می نوشیم، ولی اونها را گفته عند ربهم یرزقون، پیش خدای عزوجل رزق حاصل میکنند، دریافت میکنند. بنابراین در قرآن همین اندازه هست. بهتر اینه که برای کیفیت بیشتر اگر میخوایم بدونیم و تفصیل بیشتر بدونیم در رابطه با حیات شهدا به سخنان گوهربار صاحب وحی برگردیم. شارح اولی قرآن، شارح اصلی قرآن حضرت رسول مکرم صلی الله علیه و سلم، ببینیم که سخنان ایشون در رابطه با حیات شهدا و زندگی شهدا چیه. بهترین تفسیر و تشریحی که میتونه برای ما اطمینان بخش باشد و اطمینان در وجود ما پیدا بکند توضیحاتی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماد. در این رابطه چند تا حدیث هستند که من اونها را میخوانم. همین احادیث برای ما کافی است، نیاز به بحث اضافه نداریم. یک، حضرت مسروق رحمه الله که شاگرد عبدالله بن مسعود است، از عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه در این رابطه، در رابطه با همین آیه مطلب ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله میفرمایند پرسیدیم از عبدالله بن مسعود، پرسیدم منظورش چیه؟ ایشون فرمود ما از رسول الله صلی الله علیه وسلم در رابطه با این آیه سوال کردیم. آن حضرت پاسخ دادند، خوب توجه بفرمایید، این ارواحی که خارج میشه، فرمود ارواحهم فی اجواف طیر خضر، ارواح این شهدا در کالبد پرندگان سبز رنگی است، لها قنادیل معلقه بالعرش، این پرندگان سبز رنگ قنادیلی دارند، لانه هایی دارند که لانه هایشون زیر عرش آویزان هست. تصرح من الجنة حیث شاءت، ببین مشخص کرده کجا غذا میخورند. آیا در همین قبر که شما با دستان خودتون با بیل و کلنگ زدید یا جای دیگه؟ بعضی میگن این قبر، این از روی عقل است، دلیل ندارند. ببین تصرح من الجنة حیث شاءت، اونجا که در کالبد پرندگان سبز رنگ هستند، اینها در بهشت سیر میکنند هر جا که بخواهند. ثم تأوی الى تلك القنادیل، سپس به همین قنادیل و به همون لانه ها و آلونک های خودشون برمیگردند. این حدیث در کجا هست؟ در صحیح مسلم است، در سنن ترمذی هست، در ابن ماجه هست. خب که سوال عبدالله ابن مسعود و پاسخ رسول الله. حدیث دیگر کعب ابن مالک می فرماید ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ان ارواح الشهداء فی طیر خضر، رسول مکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که ارواح شهدا در کالبد پرنده سبز رنگی تعلق من ثمر الجنه او من شجر الجنه، به میوه بهشت یا به درخت بهشت، فرمود که اونجا آویزان هست، یعنی اونجا میره میخوره، اونجا میره استفاده میکنه. این حدیث هم در ترمذی، ابن ماجه، نسائی، موطا امام مالک، مسند امام احمد بن حنبل هست.
حدیث سوم عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه درباره همین حیات شهدا که اینجا ما میخوانیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، درباره شهدای احد است. درباره شهدای احد میفرماید قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله فرمود لما اصیب اخوانکم باحد، وقتی که برادرانتان در احد شهید شدند، جعل الله ارواحهم فی اجواف طیر خضر، خداوند ارواح اونها را در کالبد پرندگان سبز رنگی قرار داد. ترد انهار الجنه، اینها روزها میروند بر کناره نهرهای بهشت، و تأکل من ثمارها، و از میوه‌های بهشتی میخورند، و تأوی الى قنادیل من ذهب، و شب بر میگردند به قنادیلی، به قندیلها و لانهایی که از طلا هستند، فی ظل العرش، در سایه عرش هستند. وازم مستدرک حاکم. همچنین به همین مفهوم حدیث از ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت است. الان این احادیث که خواندم شما مشاهده فرمودید که مقداری الفاظ احادیث با هم متفاوتن، اما اون چی که بین همه این احادیث مشترک است، قدر مشترکشون این هست که از همه روایات معلوم میشه زندگی شهدا یه زندگی هست غیر از زندگی این دنیا. زندگی هست برزخی که در آن زندگی از نعیم بهشت استفاده میکنند و میخورند، در بهشت میچرند. و اینکه بعضی میگویند، شما قبلا خواندیم در مسئله اله، بعضی اهل خرافات اولیاء را، صالحین را، شهدا را میگن روحشون که بره، روحشون میاد در مناطق خودشون گشت میکنه، میگردد کجا مشکلی هست، کجا حاجتمندی هست، کجا یکی بچه میخواد، کجا یکی مال میخواد، یکی تجارت میخواد، کمک میکند. این ثابت نیست، اینها را کسانی از عقل خودشون در آوردند. شاه عبدالعزیز هم همین فرمود که اینها رنج خودشون را در دنیا تحمل کردند، تمام شد، هنوز بیان با رنج ما درگیر بشند؟ نه خیر، بیان ما را ببینن که ما هنوز تو همون دنیا دست و پا میزنیم، آب میخوایم، نان میخوایم، تجارت میخوایم، بچه میخوایم، اولاد میخوایم. نه، اونها دیگه رفتن به جایی که از آلام و از مصائب و از رنجها فارغ شدند، تمام شدند، رفتن که عیش بکنند، سیر بکنند. خب این چند تا از روایت ها بود، اما فهم سلف ما، برداشت مفسران ما، اونچه که از احادیث و از آیات فهمیدند هم برای ما خیلی مهم است. ما بدون فهم سلف نمیتونیم از احادیث درست استنباط بکنیم، نه از آیات. لذا ببینیم در تفسیر اینها چی گفتند. اول تفسیر امام قرطبی رحمه الله، ایشون میفرمایند وقال آخرون فی ارواحهم فی اجواف طیر خضر، دیگران گفتند که ارواحشان در کالبد پرندگان سبزرنگ، و انهم یرزقون فی الجنه یأکلون و یتنعمون، میخورن، نعمت حاصل میکنن. و هذا هو الصحیح من الاقوال، از نظر من صحیح ترین قول هم همینه، لأن ما صح به النقل فهو الواقع، چون که اونچه که از احادیث و از نقل داریم هم همینه. قرطبی میگه. علامه ابو سعود حنفی میگه الاصح فی حیات الشهداء، صحیح ترین قول درباره حیات شهدا ما روی عن النبی صلی الله علیه وسلم من ان ارواحهم فی جوف طیر خضر و انهم یأکلون و یتنعمون. ابو سعود همون مفهوم که روحشان در کالبد پرندگان سبزرنگی میخورند و نعمت رب را استفاده میکنند. و این قول راجح است، صحیح ترین قول است، قوی ترین قول است. همه مفسران به نام این را ترجیح قرار دادند، این را راجح قرار دادند. کدوم مفسران؟ همین که نام گرفتیم و بعضی نگفتیم، مثل عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عباس، کعب احبار، اکرمه، سدی، ابوالعالیه، قتاده و غیرهم. و همه این اقوال در تفاسیر ابن جریر، در منصور و غیره هست.
آخر کلام شاه عبدالعزیز رحمه الله که در تفسیر عزیزی نوشته، به فارسی خدمت شما قرائت میکنم که نوشته نقل می شود حیات شهدا به معنای تعلق ارواح به ابدان است. ارواح با بدنها ارتباطی دارد برای استیفاء لذاتی که موقوف بر آلات بدنی هست. من قبل از اینکه این عبارت را بخوانم مقدمتا عرض کنم تا بهتر بفهمید. ببینیم ما اعتقاد داریم اگر یک انسانی که میمیرد و این انسان اگر خدای نکرده انسان بدی باشد و قرار باشد این انسان را عذاب بدهند، روحش که به عالم برزخ میره، اما روح با بدن طوری ارتباط دارد که اگر عذابی باشد فقط مال روح نیست، مال بدن هم هست. بعضی میگن ارتباطی ندارد، الله تعالی قادر است که بدن را هم شکنجه بدهد بدون تعلق روح، روحی که در اونجا هست او را هم الله شکنجه بدهد. و اگر بناس لذتی باشد، مثلا نیکی هست، شهیدی هست، خب عرض کنم که جسدش اینجا در قبرستان ما دفنه، روحش در بهشت است، در عالم برزخ است. پس اون روح با جسد به نوعی ارتباط دارد که لذات و شیرینی ها و اون چه که اون نعمتایی که خدا میده احساس بکند. پس ما معتقدیم اگر عذاب باشد یا لذت فقط مال روح نیست، مال روح و جسده. جسد ولو اینکه تبدیل به خاک بشه، استخوانها بپوسد، پودر بشه، سوزانده بشه، باز هم ذرات را به اندازه اتم باشد، هم الله میداند کجا هستند و الله قادر است. اینا نباید به قدرت یک انسان قیاس بکنیم، قدرت الله عزوجل است. الان شاه عبدالعزیز همین رابطه را میفرماید، رابطه روح با جسد. میفرماید که نقل میشود حیات شهدا به معنای تعلق ارواح به ابدان است برای استیفاء لذاتی که موقوف بر آلات بدنی است. یعنی به خاطر اینکه بدن اون لذات را حاصل بکند، روح به نوعی ارتباط دارد، نه تعلق ارواح به ابدان سابقه و نه بقای روح به ادراک و شعور. میفرماید اون رابطه قبلی نیست که کاملا روح برگردد به بدن و نه به اندازه‌ای که بدن هر چی را درک بکند و هر چیز را بفهمد، متوجه بشه. نه، روح جایی دیگه هست. خب پس ببینید معلوم میشه از اینجا که شهدا حیاتی دارن، اما نه این حیات دنیا. حیات برزخی همین اندازه که قرآن گفته به همین ما بسنده میکنیم، بیشترش الله عزوجل بدانه. اما اینکه اجساد شهدا آیا هم سالم میمانند، گرچه نص صریح ما نداریم، نص صریح درباره اجساد انبیا داریم. ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبیا، خداوند زمین بر زمین حرام کرده که جسد انبیا را بخورد. انبیا هر جایی که مدفونن بدنشون سالمه، اما اجساد شهدا از روی تجربه، مشاهده در گذشته خیلی ها دیده شده که اجساد شهدا سالم بودند. همین امروز یک اثری را دیدیم که یک زمانی در احد بارانی آمد و سیلی شد و بعداً بعضی از اجساد صحابه را جابجا کردند. کسانی که در اون زمان مشاهده کردند یک وقت دیرینی هست، دیدن که هنوز خونهایی که میچکن، خونهایشون تازه هست، جسدها سالم هست. لذا در رابطه با اجساد شهدا مشاهده هست، کسی نمیتونه انکار بکنه. اما اگر بگیم که چون امکان داره یه وقتی کسی شهید شد
شما دفنش کردید، بعد از 10 سال نیازی پیدا شد که قبرش جابجا بشه، دیدید که بدنش سالم نیست، استخوانهاش مونده، بگیم که پس این شهید نیست؟ اینطور هم نیست. گرچه بعضی بزرگان همین هم گفتند، بحث علمی بین بزرگان خود ما هست، بعضی گفتن که بعضی اوقات مشاهده شده که اجساد شهدا سالم نمونده. بعضی در جواب گفتن که پس علامه آلوسی گفته که اجساد شهدا بعضی جا دیدیم سالم نمونده. علامه اشرف علی تانوی جواب داده معلوم میشه اونا شهید واقعی نبودند. اینطور هم به قول حضرت استاد رحمه الله که ایشون اظهار نظر میفرمودند، اینطور داوری هم درست نیست که ما بگیم این شهید واقعی بوده یا شهید واقعی نبوده. بنابراین حضرت استاد میفرمودند بهترین دیدگاه در این رابطه دیدگاه توسط است، یعنی یک دیدگاه اعتدالی متوسط، تا اینکه دیدگاه کسانی که میگن اجسادشون سالم نبوده هم رعایت بشه، اونایی که میگن سالم هست هم رعایت بشه. اون اینه که اجساد انبیا لازما سالم هست چون در نص داریم، اجساد شهدا لازما سالم بماند نیست. بعضی را الله عزوجل کرامتا لهم اجسادشون را سالم نگه می‌دارد، بعضی ها امکان داره شهید باشند ولی جسدشون سالم نماند. پس اینطور درست نیست که بگیم اگر سالم نبود حتما شهید نبود. نه، شهید بودن را الله عزوجل بهتر می‌داند. پس این خلاصه بود در رابطه با حیات شهدا، که شما بدونید اینها در بهشت هستند، در قنادیل زیر عرش هستند، یه حیات خاص و ویژه‌ای دارند که از فهم ما بالاتر است. هر اندازه که در احادیث آمده به همون اندازه ما بسنده و اکتفا میکنیم. الله میفرماید فرحین بما آتاهم الله، این شهدا خوشحال هستند به آنچه که الله به اونها داده، من فضله، از فضل خودش. ببین بازم به برکت شهادت اونها الله بر اونها فضل کرده، چون که اون چی که خدا میده خیلی بیشتر است از زحمات خودشون. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، آنها خوشحال میشوند و طلب مژده میکنند که یعنی مژده ما را برسان به آنهایی که هنوز ملحق نشدن به آنها، من خلفهم، پشت سرشان. منظور کی هست؟ اینجا دو قول است. بعضی گفتن منظور شهدا اون شهدایی است که پشت سر ما شهید میشند و میآیند، به اونها مژده بدهید، به اونها بشارت بدهید که اینجا سیر و تماشا هست، اینجا هم فال است و هم تماشا، اینجا زندگی عجیبی هست، تا اینکه اونها در این مسیر قدم بردارن. خب مژده اونها را کی داد؟ خدا در قرآن داد، و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم. و بعضی از قول دوم، بعضی معتقدند که این بشارت و مژده برای عموم مؤمنین هست، اونها به عموم مؤمنین مژده میدهند که این ایمانی که شما دارید، اعتقادی که شما دارید، مسیری که شما دارید، این طرفش خیلی برای شما روح و ریحان است، راحت است. یعنی بر مسیرتان، بر مسیر توحید، بر مسیر ایمان ثابت قدم بمانید که اینجا نتیجه میگیرید. چون اونها قبل از ما رفتن، ما هنوز نرفتیم، از اونجا برای ما پیغام دادن، ما را قرآن خبر داده. این معنیش است. الله می فرماید و یستبشرون، طلب بشارت میکنند، یعنی مژده میخوان مژده بدهید به کسانی که لم یلحقوا بهم من خلفهم، هنوز ملحق نشدن به اون شهدا پشت سرشان. چی میگویند؟ الا خوف علیهم ولا هم یحزنون، آنها این مژده را، این پیام را به ما میدهند که هیچ خوفی بر شما نیست چون شما مؤمنید موحد، ولا هم یحزنون، و هیچ غمی هم نخواهد بود
نه نسبت به دنیای مافات غم خواهید خورد، نه نسبت به آینده جوش میزنید. یستبشرون بنعمت من الله و فضل، هر مجدهی هست به خاطر نعمت خدا، به خاطر فضل خدا، به خاطر رحمت خدا. و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، و همانا اینکه الله ضایع نمیگرداند اجر مؤمنان را. این مجده را میدهند. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. این آیات در رابطه با غزوه حمراء الاسد است. ادامه جریان را خدمت شما عرض کنم. بعد از اینکه ابو سفیان با سپاهش گریخت، میدان را خالی کرد، صحابه آمدند، زخمی ها را جمع کردند، شهدا را جمع کردند. ابو سفیان تقریبا تا شب رفتند. شب در یک مقامی، در یک جایی نشستند و استراحت بکنند. اونجا پشیمان شدند، گفتند ما عجب کاری کردیم، بی خود عجله کردیم، زود فرار کردیم. ما 70 تا را از اونها کشتیم، جمع بزرگی را، و زخمی شدند. اگر مقداری ادامه میدادیم دیگه کارشون تمام بود. چرا ما عجله کردیم؟ لذا با هم مشوره کردند، گفتند که برگردیم و کار را یک سر بکنیم. شب اونجا وقتی که ماندن این مشوره شد، همونجا توقف کردن. خبر به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رسید. روز بعد بود. صحابه داشتند که شهدا را دفن می کردن، بعضی ها را در همون میدان دفن کردند، بعضی ها را به دوش گرفتند، داشتند می آوردند به مدینه طیبه، به بقیع بیارن دفن بکنند. مشغول انتقال شهدا بودند، مداوا کردن مجروحین بودند. این خبر رسید. امتحان سختی بود. شما فکرش بکنید، چندین جسد، چندین زخمی در دستانشون هست و دشمن دوباره میخواد حمله کنه. سبحان الله. الله عزوجل وقتی که امتحان بیاره، امتحان سخته، اما در اوج سختی امتحان ایمان مؤمنین را تقویت میکنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ناراحت شد، گفت که ما میریم دنبالشون، و دستور دادند که فقط کسانی که در جنگ دیروز با ما بودند اونها بیان، دیگه کسی اجازه نداره. آن حضرت صلی الله علیه وسلم ناراحت بود بر منافقین و اشاره کرد که منافقین نیایند، فقط مؤمنین بیایند. لذا لشکری با رسول الله آماده شد، بخشی که مجروح بودند، بخشی مشغول تداوی بودند. لشکر اندکی با آن حضرت همراه شد. گفتند حدوداً 70 نفر که صحیح سالم بودند و اون غیرت و جوش ایمانی بود. حرکت کردند به سوی دشمن، رفتند به جلو. بعضی از صحابه بسیار شرایط سختی داشتند. حتی در کتابهای سیرت میخوانیم که بعضی ها در حال انتقال اجساد بودند به طرف بقیع. وقتی که شنیدند که رسول الله دوباره داره میاد، اینو بهانه نکردند. همونجا یکی بود پسرمویش بر دوشهاش بود، داشت میبرد به طرف بقیع. وقتی که شنید که رسول الله مجدد میخواد بره به طرف دشمن، از چند نفر دیگه خواهش کرد که شما جسدهای خودتون را میبرید، این پسرای عموی من هم ببرید دفن کنید. تحویل اونها داد و فوراً به طرف رسول الله حرکت کرد. به هر حال 70 نفر یا بیشتر از 70 نفر، شاید 70 نفر کنایه از کثرت است، یک جمع بزرگی خلاصه حرکت کردن، تند رفتن. حدود
3 میل که 6 کیلومتر باشه تا غروب راه رفتن به طرف دشمن. اونجا وقتی که رسیدن مقامی بود به نام حمراء الاسد، اونجا که رسیدند ابو سفیان دید که اینا نمی ترسن، اینا آمدن برای جنگ، برای مبارزه. الله عزوجل رعبی در دلهای اونا ایجاد کرد، اونا ترسیدن، از اونجا رفتن. فقط پیغام گذاشتند که ما سال آینده میایم انتقام عزیزانمون را در بدر میگیریم از شما. وعده گذاشتن برای جنگ بدر سال آینده که این را بدر صغرا میگویند. قرآن به هر دو اینها اشاره کرده. اولی درباره حمراء الاسد است. الله می فرماید الذين استجابوا لله والرسول، آنانی که اجابت کردند برای دعوت الله و رسول الله، من بعد ما اصابهم القرح، بعد از اینکه به آنها زخم وارد شد، آسیب رسید. للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. الله می فرماید برای آنهایی که احسنوا منهم ای اخلصوا منهم، مخلصین آنها، اینجا جدا می کند منافقین را، برای این مخلصینی که اخلاص دارند و تقوا دارند، از الله می ترسند، برای اینها است اجر عظیم، برای اینها اجر و پاداش بس بزرگی هست. الله وعده کرد برای اینها پاداش بزرگی هست. الذين قال لهم الناس، باز هم تعریف همین جماعت، کسانی که مردم به آنها گفتند. این را دقت داشته باشید که بعد از اینکه ابو سفیان رفت و وعده کرد برای سال آینده در بدر، صحابه آماده شدند، اما هرچی که نزدیکتر به اون موعد می شدند ابو سفیان بیشتر می ترسید. آخر می خواست، تصمیم گرفت نرود، تصمیم گرفت که بعضی از عقلا هستند. ابو سفیان گرچه ایمان نیاورده بود اون زمان، اما آدم عاقلی بود، با تدبیری بود. گاهی بعضی از افراد هستند که در یک مسابقه شرکت میکنند، مثلا تیراندازی، اولین تیر را میزنه، خوب به هدف میخوره، میگه شاید شانسی بود، بار دوم نمیزنه. کسی که عاقل باشه میگه دیگه من به عنوان یه تیرانداز شناخته شدم، اگر بار دوم بزنم نخورد دیگه اون اعتبار قبلی چی میشه؟ ساقط میشه، از بین میره. لذا بعد بهش هر چی بگه بزن، میگن دیگه من زدم تمام شد، دیگه نمیزنه. اینا یک بار به سبب اشتباهات و لغزشات بعضی از صحابه چیزی گیرشون آمد، تعدادی از صحابه را شهید کردند و فرار کردند. الان عاقل بود، دوباره خودش را نمیخواست درگیر بکنه. لذا هرچی که اون موعد نزدیکتر میشد ترسش بیشتر میشد. لذا گفت که اگر موعد بیاد و نریم بدنام میشیم. چیکار کردند؟ پیغام میفرستاد، افرادی را حتی پول میداد، شما برید شایع بکنید، بگی ابو سفیان داره بد جوری آمادگی میکنه، از همه جا لشکر خواسته، همه طوائف را با خود جمع کرده. هرچی که این اخبار می آمد به صحابه می رسید، یکی از کسانی که اون را فرستاد نعیم ابن مسعود اشجعی هست. این نعیم ابن مسعود آمد گفت که خیلی جمعیت کلانی داره جمع میکنه، 5000 نفر هستن، اما ایمان را ببین، اونها قدرت مادی را با قدرت معنوی قیاس میکردند. هرچی که بیشتر صحابه را میترسوندند میگفتند حسبنا الله و نعم الوکیل. چه جمله زیبایی هست، حسبنا الله و نعم الوکیل. آخر هرچی که تبلیغات شد، هرچی که شایع شد، دیدند که نخیر اینها نمیترسند. آخر تصمیم گرفت که نره. صحابه همون موعد سال بعد
جمع شدن رفتن به طرف میدان بدر که این را میگن بدر صغرا. هرچی منتظر ماندن آخر نیامد ابو سفیان و لشکر کفار نیامدن. چند روز صحابه منتظر شدند، بعد از اون برگشتند. الله تعالی کاروانی را هم مواجه کرد، با اون کاروان معامله کردند، سود و بهره بسیار زیادی هم سود بردند که قرآن اینا اشاره کرده. لذا الله می فرماید الذین قال لهم الناس، آنانی که مردم به آنها گفتند ان الناس قد جمعوا لكم، همانا مردم یعنی ابو سفیان. منظور از ناس دوم کیه؟ ابو سفیان. منظور از ناس اول یا نعیم ابن مسعود اشجعی هست یا بقیه قاصدها. ان الناس، همانا مردم یعنی ابو سفیان، مردم مکه، قد جمعوا لكم، جمع کردن بر علیه شما لشکر جراری، فخشوهم، بترسید از آنها، اما اینها نه. فزادهم ایمانا، حالت قلبی را هم الله گفته، حالت زبانی را هم گفته. ما گاهی میگیم حسبنا الله، دل ما میلرزه، اونا نه، اونها فزادهم ایمانا، اون غیرت ایمانی، جوش ایمانی میزد، میگفت یک بار بیاد، یک بار دیگه بیان اینا با ما روبرو بشند. ایمان اینه. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، آنها میگفتن حسبنا الله، الله ما را کافی است، بهترین کارسازه، بهترین مشکل گشاست. فزادهم ایمان حالت قلبی است، حسبنا الله و نعم الوکیل حالت زبانی است. پس ببینید اینو میخوام بگم که گاهی ما فکر میکنیم شرایط ما شرایط بدی هست، همه دنیای کفر بر علیه مسلمانان جمع شده، ناتو اتحادی تشکیل داده، بر همه بلاد اسلامی حمله میکنن، در حالی که امروز ما مسلمانان خیلی قدرت داریم. ما بهترین ذخایر دنیا در اختیار ما هستند، نفت در اختیار ما هستند، دریاها در اختیار ما هستند، همه امکانات در اختیار ما هستند، ولی باز هم ما می ترسیم. کفار همیشه وقتی که مانورهای نظامی خودشون را، چه مانورهای دریایی چه مانورهای هوایی، انواع موشکهای خودشون را امتحان میکنن. این همون مانور امروز همون فرستادن نعیم ابن مسعود اشجعی هست که نشون میده موشک دوربرد تا کجا میره، چقدر تخریب داره. ما اینجا میلرزیم. نه، ایمان میطلبد که بگیم حسبنا الله و نعم الوکیل. مومن هر چی که امکانات دشمن را میشنود، هر چی که میبیند که دشمن داره بیشتر بیم میدهد، ما را میترسوند، باید مومن قوی تر باشه. چرا؟ چون که انسان بیاد حق و بیاد رب باید بیفته که من قدرت قوی تری از اون دارم. وقتی که واقعا اعتماد و اتکا بر رب باشد انسان قوی میشه. پس ببینید صحابه که اینقدر قوی بودن به خاطر فزادهم ایمانا، کیفیت قلبی ما در اون قسمت کم داریم متاسفانه. الله تعالی ایمان را تقویت بکند. ایمان در صورتی تقویت میشه که توحید انسان و اعتقاد و باور نسبت به صفات الله کامل بشه، رب را خوب بشناسیم، معرفت رب کامل بشه و اون هم با قرآن مجید حاصل میشه، نه با چیزی دیگه. لذا الله می فرماید فانقلبوا بنعمت من الله و فضل، آنان برگشتند به نعمتی از جانب الله و فضلی. نعمت من الله نفع و تجارت است، فضل ثواب و اجر است. هم خدا بهشون ثواب داد، هم خدا بهشون چی داد؟ تجارت و نفع داد. لم یمسسهم سوء، هیچ سوئی، هیچ آسیبی به اونها نرسید. واتبعوا رضوان الله، آنها دنبال کردن رضای الله را. والله ذو فضل عظیم،
الله ذو فضل عظیم هست. الله عزوجل خیلی بر بندگانش فضل دارد. کاش بندگان ایمان، یقین، اعتقاد، باور داشتند. اما ما باورهایمون به ظاهر است. ما از نعیم ابن مسعود اشجعی ها می ترسیم، از نماینده هایی که می آیند پیش حاکمان اسلامی به عنوان مشاور، به عنوان نماینده، به عنوان سفیران اونها ما را می ترسونند. الله می فرماید از اینها نترسید. انما ذالکم الشیطان، اشاره به اون فرستاده هست یا فرستادگان هست، قاصد. الله می فرماید این شیطان هست، یخوف اولیاءه، می ترساند اولیاء خودش را. کسانی که با اینها دوستی داشته باشند بله اونها را می ترسند. اما شما ای مسلمانان دوست شیطان نیستید، شما دوست رحمان هستید. فلا تخافوهم، شما از آنها نترسید. و خافون ان کنتم مؤمنین، از من الله بترسید اگر مؤمن هستید. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا. این هم تسلی هست که نباید از کفار ترسید و هم تخویف اخروی برای کفار است. الله تعالی می فرماید این که اینها امروز مال اونها هست، اونها رتق و فتق می کنند، اونها کاری هستند، امتحان الهی هست در دنیا برای اونها. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، شما را حزین نگرداند، غمگین نکند کسانی که به سرعت به طرف کفر می روند و در کفر، دنیای کفر با هم دیگه مسابقه دارند در بر علیه شما. انهم لن یضروا الله شیئا، اینا هرگز آسیب و ضرر نمی رسانند به خدا، یعنی به دین الله، به دین خدا هیچ چیزی. خدا این همه میدان به اونها داده چون که میخواد در آخرت بهره داشته نباشند. یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره، الله میخواد که هیچ بهره برایشان نگرداند در آخرت. ولهم عذاب عظیم، برای اونها عذاب بسیار بزرگ هست. خب اینجا به صورت مطلق الله تعالی بیان فرمود، حال به صورت خاص. ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شیئا، منظور منافقین هستند، آنانی که کفر را خریدن در مقابل ایمان، ایمان آوردن به ظاهر ولی کفر را ترجیح دادن، هرگز ضرر نمیدهند به دین خدا چیزی. ولهم عذاب علیم، تخویف اخروی برای اینها، عذاب دردناک برایشون هست. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. باز اینجا الله تعالی میفرماید که این کفار اینقدر مغرور نباشند که من خدا اونها را مهلت میدهم. فکر نکنند مهلت دادن ما به نفعشون هست، خیر هست. چون کفار بر مسلمانان میتازند، خدا مؤاخذهشون نمیکنه. الله میفرماید این امهال ما را، این حلم ما را، این مهلت ما را فکر نکنم به نفعشون است، این به ضررشون است. چطور به ضررشون است؟ اونا هرچی که بیشتر مهلت دارند بیشتر کفر میکنند، بیشتر گناه میکنند، بیشتر معصیت میکنند. خب این به ضرره، پرونده سنگینی برایشون درست میشه، مستقیم به عذاب خدا، به عذاب ذلت بار گرفتار میشوند. لذا الله می فرماید ولا يحسبن الذين كفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، گمان نکنند آنهایی که کفر کردند انما نملی لهم، اینکه ما مهلت میدیم آنها را. انما نملی لهم این به تأویل مفرد است، یعنی مهلت دادن ما خیر لانفسهم، این مهلت دادن خیر است برای اونها، به نفع اونهاست، نه خیر به ضرر اونهاست. انما نملی لهم لیزدادوا اثما، ما آنان را مهلت میدهیم تا که بیفزایند از نظر گناه، گناهشان بیشتر بشه.
ولهم عذاب علیم، عذاب مهین، برای اونها عذاب ذلت باری است در آخرت. الله تعالی به بدترین عذاب که در اون عذاب ذلت و خاریشان هست گرفتار می کند. خب الان کفار را خدا مهلت میده، ولی مؤمنین را چرا خدای عزوجل به مصیبت ها گرفتار میکنه؟ مؤمنان چرا به مشکلات گرفتار هستند؟ الله می فرماید ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه. خدا اینجا هم میخواهد خوب را از بد جدا کند، مخلص را از منافق جدا کند. خلاصه جواب همینه، ما کان الله لیذر المؤمنین. حضرت شیخ رحمه الله می فرماید این جمله در جواب این سؤال مقدر است که چرا خدا ما را آزمایش می کند. خداوند در جواب میگه، به صورت تعبیر ساده عرض کنم، خدا میگه چون الان مؤمنین و منافقین با هم مخلوط هستند، خدا میخواد که امتیاز مؤمنین را مشخص بکنه، جدایشون بکنه. ما کان الله لیذر المؤمنین، خداوند نمیگذارد مؤمنین را علی ما انتم علی، بر اون حالی که شما هستید، حتی یمیز الخبیث من الطیب، حتی که مشخص کند، جدا کند خبیث را از طیب، ناپاک را از پاک، منافق را از مؤمن. خدا میخواد اینو مشخص کنه. خب سوال دیگه در ذهن می آید، جواب داده. خب خداوند همینطور اگر لیست منافقین را ذکر میکرد آسانتر نبود؟ میگفت اینا منافقین هستند، تا این امتحانات و آزمایشات نمی آمد. الله می فرماید من اخبار غیب را برای شما نمیگم، شما را با این مسائلی که جزء علم غیب هستند شما را بر اونها مطلع نمی کنم، فقط علائم، بعضی از علامت ها را برای شما بیان می کنم. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، الله شما را مطلع نمی گرداند بر غیب. لیطلعکم علی الغیب، یا اینکه مثلا این جواب این سوال میتونه باشه که چرا خداوند علائم اونها را به ما نمیگه، گرچه علائم را الله تعالی فرموده. تفسیر آلوسی نوشته ان المؤمنین سألوا ان یعطوا علامتا، مؤمنین خواستن که علامتی به اونها گفته بشه که یفرقون بها بین المؤمن والمنافق، فنزلت، بین مؤمن و منافق جدا بکنند، این آیه نازل شد. ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، معنیش اینه که یا معشر المؤمنین، ای جماعت مؤمنان، ما کان الله لیعین لکم المنافقین حتی تعرفوهم، خداوند برای شما منافقین را مشخص نمی کند تا که بشناسید، ولكن ابهم ذلك لكم بالتکلیف والمحنه، خداوند این را مبهم گذاشته، تکالیف و مشقت ها را آورده. فقد ظهر لكم ذلك لكم في يوم احد، در روز احد برای شما مشخص شد با تکالیف و مشقت. فان المنافقین تخلفوا، منافقین تخلف کردند، و اظهروا الشماتة، شماتت را نشان دادن، خوشحال شدن برای شما اون چی که پیش آمد، اونا منافقین بودن. ولكن الله یجتبی من رسله من یشاء، بعضی از علامت ها را خدا میگوید، لکن این استثناء منقطع است. اما خدای عزوجل گاهی انتخاب میکند از پیامبرانش هر کسی را که بخواهد بالاطلاع بنویسید، یعنی به اونها اطلاع میده. ببینید اطلاع دادن غیر از علم غیب هست. خدمت شما عرض کردم خداوند عزوجل بعضی از اخبار غیب را به حبیبش اطلاع داده، مثلا درباره احوال قیامت یا علامت های قیامت. خب پیغمبر الان اطلاع دارد، اینو نمیتونیم بگیم علم غیب، و الا اگر به این خاطر پیغمبر را بگیم عالم الغیب، پیغمبر به ما هم اطلاع داده، ما هم میدونیم در قیامت چه خبر است. نزدیک قیامت عیسی مسیح می آید، خورشید از مغرب طلوع می کند و غیره. این علم غیب نیست، اینها اخبار غیب هستند. فآمنوا بالله و رسوله، اکنون الله تعالی اصول فوز را بیان می فرماید.
فآمنوا بالله، پس ای مؤمنان شما دنبال علامتهای منافق نباشید، شما بر ایمان خودتون استوار باشید. فآمنوا ای علیکم التصدیق لا التشوف الى اطلاع علم غیب، سعی کنید که هرچی که خدا میگه تصدیق کنید، سعی نکنید که از علم غیب مطلع بشید. نه، فآمنوا بالله و رسوله، ایمان به خدا بیاورید و رسول خدا. و ان تؤمنوا، اگر شما ایمان بیاورید با اخلاص، و تتقوا، از خداوند بترسید حق ترسیدن، فلکم اجر عظیم، برای شما اجر و پاداش بسیار بزرگ هست. صدق الله العظیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. پروردگارا اله العالمین به لطفت، به احسانت، به فضلت مسلمانان مظلوم را کمک بفرما، یاری بفرما. همون نصرتی که صدر اسلام در ابتدای اسلام به مسلمانان کردی، مسلمانان را امروز هم یاری بفرما، مسلمانان را با هم دیگر وحدت کلمه نصیب بفرما. پروردگار مسلمانان را بر مسیر اعتدال قرار بده، بر مسیر ایمان و قرآن قرار بده و کفر را خار و زبون بگردان. همان گونه که این کفار را پروردگارا خار و زبون قرار دادی، رعب را در دلشان القا فرمودی، پروردگار امروز هم کفار را مرعوب بگردان، کفار را با شکست مواجه بگردان و مسلمانان را به عزت و به مجد و به شکوه گذشته برگردان. پروردگارا در بلادی از بلاد اسلامی که آشفتگی هست، هرج و مرج هست، پروردگارا این در این بلاد امنیت پیدا بفرما، مسلمانان را به عزت و عظمت اسلام برسان، بیرق اسلام را در این کشورها به اهتزاز در بیار، قضایای این بلاد را به نفع مسلمین تمام بگردان. بر مظلومین رحم بفرما، پروردگارا بر ضعفا رحم بفرما، بر همه بلاد، بلاد شام، بلاد مصر، یمن، عراق، لبنان، افغانستان، همه بلاد پروردگارا لطف بفرما و اون چی که مورد رضایت هست اون محقق بفرما. اله العالمین پروردگار ما را بر مسیر قرآن، بر مسیر اسلام، بر مسیر حق، بر مسیر توحید گامزن بفرما. عاقبت ما را به خیر بگردان، مشکلات ما را حل بفرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا رب.